ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که صحنه 30 اکتبر سال 2023 تقریبا ساعت 13 و 24 دقیقه در کاوهخانه مروه واقع در خیابان رودکی در مرکز پایتخت تاجیکستان از حساب گاز مایع ترکش به عمل آمد. در نتیجه این ترکش 2 نفر شهروندان، 1 نفر کارمند و 1 نفر میزبان آشخانه مذکور جراحت برداشتند. همزمان 1 عدد واسطه نقلیات تمغه لکسوس که در نزدیکی آشخانه قرار داشت ضرر تکنیکی دیده است، گفته می شود در اطلاع ملیس دوشنبه. همچنین گفته می شود که این حادثه از جانب مقامات حفظ حقوق همچون حادثه ناخوش به قید گرفته شده مورد سنجش قرار دارد. مروه قهوه‌خانه پرمشتری غذاها و شیرینی‌های ترکی است. قهوه‌خانه واقع در خیابان رودکی نخستین نقطه این برند در تاجیکستان بود که از نیمه دوم سالهای 90 به این طرف قریب 13 ساله باز فعالیت دارد.